سلام و وقت بخیر. عالمان دین افغانستان و پاکستان در مکه مکرمه بالای پروسه صلح افغانستان صحبت می‌کنند. وزارت حج و اوقاف میگوید نشست عالمای دو کشور به میزبانی عربستان سعودی فردا چهارشنبه برگزار می‌شود. در 24 ساعت گذشته 91 طالب مسلح کشته و 63 تن دیگرشان مجروح شدند. وزارت دفاع ملی میگوید این افراد مسلح در ولایت ننگرهار، فاریاب، لوگر، پکتیا، هرات، غور و هلمند کشته شدند. صدها تن از باشندگان ولایت بغلان علیه طالبان اسلحه برداشتند. والی این ولایت میگوید خیزش کنندگان تعهد کردند که از نیروهای افغان حمایت میکنند و علیه تروریستان سنگر میگیرند. وزارت صحت عامه از جان باختن 54 مریض ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر میدهد. بر اساس معلومات این وزارت در این مدت 1724 واقعه جدید ویروس کرونا نیز به ثبت رسیده است و در سال 1400 نفوذ کشور 33.6 میلیون تخمین شده است. اداره احصایه و معلومات میگوید 7.1 میلیون تن را مردان و 16.5 میلیون تن را زنان تشکیل میدهد.